سلام، من نیوشم. به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدید. امروز با هم یه تست داریم. من همیشه این ویدیوها رو میدیدم و میگفتم یعنی میشه با یه هویه و این سیما بشه جواهر ساخت و آیا به این راحتیه که اینا میسازن؟ اگه بشه با این دوتا ابزار اینا رو ساخت، تو دیگه میتونی خیلی راحت تو خونه هر چی که دوست داری. پس بریم با هم امتحانش کنیم. اولین ابزار هویه که فکر میکنم تو خونه همه ایرانی‌ها یه دونه ازش هست. اشکال نداره اگه هویتون سرش نازک نیست و مثل مال من درب و داغونه. ابزار دوممون این سیمای لحیمه که برندهای مختلف و ضخامت‌های مختلف داره که من از این ضخامت ریزترش استفاده کردم. و روی زمین یا روی میز این کارو انجام ندین و حتما یه چیزی زیر دستتون بذارین که اگه لک شد مهم نباشه، چون لک میشه و به راحتی هم تمیز نمیشه. هر کاری که دوست دارین میتونین بسازین با سیم لحیم و هویه، ولی من میخوام برای تجربه اول امتحان کنم ببینم که آیا میشه تکسچر صدف یا چیزای دیگه یا روشنداغ، یا میتونیم از مهرها با طرحهای مختلف استفاده کنیم. پس صدفایی که تکسچرهای قشنگتری دارن رو انتخاب میکنم و میرم سراغ مرحله بعدی. بعد از اینکه هویتون رو زدین به برق، منتظر بمونین که هویه داغ شه و اصلا با دست امتحان نکنین که داغ شده یا نه. اگه میخواین ببینین به اون داغی رسیده یا نه، سیمو بزنین بهش ببینید ذوب میشه یا نمیشه. اگه ذوب میشه به اون داغی که میخوایم رسیده. پس کارمون رو شروع میکنیم. اول از همه یه مقدار زیادی از سیمو ذوب میکنیم تا بتونیم یه گوارسه ازش درست کنیم. وقتی گوارسمون به اون بزرگی که خواستیم رسید، امتحان میکنیم از تکسچرهای مختلف که من صدف امتحان کردم ببینیم میشه یا نه. من چون خیلی ذوق داشتم که این روش میشه، هی اونو ذوب میکردم و هی با صدف میزدم روش که ببینم کدوم یکی خوشگل تر میشه. برای قسمت آویزش هم یه حلقچه میسازیم که همون حالت دفرمگی رو داشته باشه و بهش بیاد. دیرین این روش شدنیه. اگه دلت میخواد تو خونه واسه خودت چیزای مختلف درست کنی، میتونی از این روش بسازی و لذت ببری. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردی. آموزشای بیشتر داخل چنلم هست و اگه با این روش برای خودتون اکسسوری ساختین، خوشحال میشم برام بفرستید و ببینم. در ضمن لایک و سابسکرایب یادت نره.